یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود جهرومی نشسته بود. در روزگار دور که هنوز وزیر نبود، جهرومی خودش تلگرام بازی میکرد یا با گوشیش توییت اندازی میکرد. حالا روزگار دور که میگم نه این که مثلا خیلی دور، همین 6 ماه پیش، اون موقع وقتی بحث بستن تلگرام میشد دادش به هوا میرفت که نه اصلا ببندیم که چی بشه. شما فکر کنه امروز مدیر پیام رسان تلگرام این کار رو انجام نده، اما بریم ببندیمش. ثم ماذا؟ سوال من آقای دکتر خرم آبادی اینه، بعد چی؟ شما داریم میفرمایید ما رفتیم تلگرام رو آوردیم گذاشتیم تو ایران. این کلام درستی نیست. مردم اینو انتخاب کردن به عنوان سرویس، ما که نرفتیم بگیم آقا تلگرام لطفاً بیا، مردم لطفاً برید. اون زمان کانال‌های معاند هم اصلاً عددی به حساب نمی اومدن. وقتی میری نگاه میکنی میبینی کانال مثلا منافقین این قبحش رو پیش ما نباید پایین بیاره ها. میبینی مثلا 2000 نفر فالوور داره در مقابل کانالی که مثلا 1 میلیون 1.5 میلیون فالوور داره. آیا ما بایستی بیایم تلاش بکنیم بریم اونو ببندیم؟ خب داریم تلاشو میکنیم، روز به روز باید بریم. عرض کردم که به چه دلایلی امروز نشستیم و این صحبت‌ها رو میکنیم. بله، پس خلاصه تا همین چند وقت پیش جست دولت روحانی این بود که فضای مجازی و به طور خاص تلگرام نه تنها هیچ مشکلی نداره بلکه یک منبع ایجاد شغل و درآمده. ما چجور اشتغال برای جوانها درست کنیم؟ یکی از راه‌های اشتغال فضای مجازی است، اینترنت هست. یکی من از وزیر ارتباطات همین دیروز میپرسیدم، یکی از شبکه‌های اجتماعی که الان در ایران فعاله، ایشون گزارش داد گفت 30,000 اشتغال در این شبکه است. فقط 30,000 اشتغال فقط در یک شبکه است. و جهرومی داستان ما بعدها وزیر ارتباطات شد و تا همین 3 هفته پیش باز هم پوزش این بود که دستش روی دکمه فیلتر نمیره. روحانی هم تا دلتون بخواد هندوانه میذاشت زیر بغلش. فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. یه خنده ملیحی هم میکنه، یعنی خیلی از این حرف خوشش اومده. البته همون زمان خیلی ها این حرف رو باور نکردند و گمان زنی کردند که دست خودش شاید نره ولی پاش یا دست دیگران رو کسی تضمین نمیکنه که روی دکمه فیلتر نره. اما 2 روز بعد از شروع اعتراضات اخیر شاهد بودیم که دست که هیچی، جفت پا پرید روی دکمه فیلترینگ تلگرام که دیگه بیا و ببین. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه دولت با بیان اینکه در تلگرام خشونت ترویج و برخی از مکانها برای حمله آشوبگران نشان داده میشد، گفت نحوه ساخت بمب نیز به آشوبگران آموزش داده میشد که این روند در هیچ کشوری قابل قبول نیست. محمد جواد آذری جهرومی با بیان اینکه اگر تلگرام باز گذاشته میشد امنیت کشور زیر سوال میرفت تاکید کرد بله، وقتی کار بالا میگیره و بحث امنیت نظام به وسط میاد دیگه همه شعر و شعارهای قبلی فراموش میشه و خبری هم از اون خنده ملیح نیست و تلگرام فیلتر میشه. حالا راستی علت فیلترینگ چی بود؟ وزارت ارتباطات پس از گرفتن تعهد از مسئولان تلگرام درباره ممنوعیت فعالیت کانال‌های معاند ضد ایرانی و مشوق آشوب از این شبکه اجتماعی رفع فیلترینگ خواهد کرد. بابا چی شد پس؟ شما که 1 میلیون ممبر داشتی تو کانال آقا، پس مشکل کجاست؟ به خاطر چند تا کانال کوچولوی معاند زدی کل تلگرام رو فیلتر کردی؟ بابا پس اون همه شغل و کار و کاسبی که روی تلگرام انجام میشد چی؟ چرا اونا رو تعطیل کردی؟ 100,000 نفر شغلشون از دست دادن تو این یه هفته. باید همه جا رو ببندیم؟ خب بله، یک شبکه رو به خاطر شرایط امنیتی کشور ممکنه 2 روز 5 روز بگیم بسته باشه. بعد حالا میخواید سوء استفاده کنید بگید حالا که بسته بود، نه دیگه قشنگ بود، خیلی خوب بود، شب خوب راحت خوابیدیم، بسته باشه برای ابد. تو راحت خوابیدی، 40 میلیون گرفتار بودن.
اگر دچار ابهام شدید که این شیخ حسن با این حرفا الان کدوم بر میز نشسته، ما اینجا یک تصویر داریم که خیلی صحنه رو گویا میکنه. تصویر سمت راست رئیس شورای عالی امنیت ملیه که امضا کننده فرمان فیلترینگ تلگرامه و تصویر سمت چپ هم رئیس دولت اعتدالی یعنی شیخ حسن روحانی است که منتقد جدی فیلترینگ تلگرامه. ولی خب شباهت عجیبی بین تصویر سمت راست و چپ وجود داره. از یک طرف خودش تصمیم به فیلترینگ گرفته، حالا میگه 5 روزه، ولی دیدیم که 10 روزم گذشت هنوز چیزی آزاد نشد. بعد صدا سیمای آخوندی میاد مالکشی میکنه همین تصمیم رو، بعد دوباره خود همین شیخ حسن میاد شاکی میشه که چرا گفتید خوب شد. خب بابا اگر فیلترینگ بده، فیلترینگ رو بردار. اگر خودت کردی دیگه این فیلمت برای چیه؟ جان گزارش صدا و سیما اون که دیگه نگو، اون خودش یک شاهکاریه واقعا. شما فقط نگاه کنید که با چه انگیزه‌ای میتونه یک مجری این جملات رو بگه. محدود شدن چند روزه فضای مجازی خیلی ها رو تازه متوجه فضای حقیقی و دور و برشون کرده. قبل از این محدودیت ها وقتی به مترو یا مکانهای عمومی یا حتی مهمانی ها می رفتیم، اولین چیزی که توجه ها رو جلب می کرد غرق شدگی بی اختیار در فضای مجازی بود و این فضای غیر حقیقی برای برخی حکم اکسیژن رو داشت، اما ظاهراً اندکی دور بودن از این فضا چندان هم بد نبوده و باعث شده مردم وقت بیشتری برای عزیزانشون بگذارند. یعنی 40 میلیون ایرانی تا به حال نمیدونستن اکسیژن چیه، نفس تنگی گرفته بودن، داشتن خفه میشدن. بعد یک دفعه حکومت آخوندی در نقش امدادگر به کمک اومده و با قطع کردن تلگرام اونها رو از خفگی نجات داد. یعنی هیچ کسی اینو نفهمیده بود، فقط تو فهمیدی ها؟ زندگی بدون شبکه‌های اجتماعی. وقتم کمتر گرفته میشه. پدرمو میرم میبینمش. مردم 4 روزیه که از پیامرسان تلگرام فاصله گرفتند. اذیت نمیشی؟ نه. با خیلی اقوام دور نزدیکتر شدیم، با دوستان نزدیکتر شدیم. اما خیلی جاها براشون دردسرساز شده. یه بار یه عکسی رو داشتم میدیدم، بعد رفتم تو ماشین جلویی. من 1-2 ساعت میرم تو تلگرام، بعدش سرگیجه میشم واقعا. حالا این روزها چشم‌ها کمتر به صفحه تلفن همراست، اما زندگی داره به خوبی به جریان واقعی خودش ادامه میده. با بسته شدن پیامرسان تلگرام بهترین فرصته که ما تصمیم بگیریم که در نحوه استفاده از این شبکه اجتماعی حداقل در خودمون یک تجدید نظر جدی داشته باشیم. قربون این منطق برم، شما فقط منطقو داشته باش. میگه دولت مردم رو از تلگرام قطع کرد تا مردم فرصت فکر کردن داشته باشن. یعنی مثلا اگر پس فردا توی جاده تصادفی شد، کلا مردم بدون خودرو برن سر کار تا یه فرصت فکر کردن درباره رانندگی هم داشته باشن. اگر یه وقت تظاهراتی توی دانشگاه شد، دانشگاه رو کلا تعطیل کنیم، یکم دانشجوها فکر کنن. اصلا چطوره همه مردم رو توی خونه هاشون حبس کنیم، یک کم فرصت تجدید نظر داشته باشن ها؟ فقط من نمیدونم چرا این فرصت تجدید نظر رو از مقامات نظام دریغ میکنند. بد نیست وقتی اونها هم فساد یا اختلاساشون رو میشه یکم از کار بکشن بیرون که فکر کنن روش. اما خود همین گزارش مالکشی فیلترینگ تلگرام اونقدر ضایع بود که نفراتی که توی این گزارش از مصاحبهشون استفاده شده بود یکی بعد از دیگری اومدن و افشاگری کردن. یه نمونه رو ببینیم. ملت همیشه در صحنه ایران. آقا اخیراً یه دونه کلیپ از من پخش شده تو این چند روزه، توی اخبار صدا و سیما میگم که داشتم رانندگی میکردم، یه عکس دیدم خوردم به ماشین جلویی، ولی تمام حرفای منو پخش نکرده. انقدر فوش ندید تو اینستاگرام. من گفتم که اگر چای بریزه رو پای راننده، بعد راننده تصادف بکنه، از فردا آیا باید چای فیلتر بشه؟ بعد این یه تیکه رو پخش نکردم، چند تا حرف دیگه هم زدم که قابل پخش نیست. بعد فکر نکنید که فقط همین یه مورد بود. تقریبا همه نفراتی که با خبرنگار تیوی ریش صحبت کرده بودند همین بلا سرشون اومده بود. زندگی بدون شبکه‌های اجتماعی. پدرمو میرم میبینمش. گفت مثلا شما پدرتون اون موقع که فضای مجازی داشتید از طریق فضای مجازی باش در ارتباط بودید یا میرفتید میدیدشون؟ من به همین شکل گفتم پدرم میرم میبینم و این پدرم میرم میبینم
اومد تو اونجا قرار گرفت و برای شنونده و بیننده این بهش القا شد که من دارم میگم که تا حالا نمیرفتم ببینم پدرم، الان که تلگرام قطع شده من دارم پدرمو میرم میبینم. مردم 4 روزیه که از پیامرسان تلگرام فاصله گرفتن. با خیلی اقوام دور نزدیکتر شدیم. حتی اون دوست عزیزمون که داره میگه که این فضای مجازی باعث شده که ما کسایی که دور بودن بهشون نزدیک بشیم، این داشت محسنات فضای مجازی رو میگفت، نه معایب فضای مجازی. خلاصه کار به جایی رسید که همون خبرنگار رسانه میلی که این گزارش رو تهیه کرده بود مجبور شد به صحنه بیاد و برای توجیه گزارش معکوسش این جواب رو بده. راش همه مصاحبه‌ها رو نمیشه استفاده کرد چون تایم گزارش محدوده و معمولا بین 2 تا 3 دقیقه است. چون تایم گزارش محدوده پس میشه از هر کس یه جمله برداشت و بعدش هم نتیجه خود رو بهش بچسبونی و بدی بری رو آنتن. بی خود نیست که این افتضاح خبرنگاری تو فضای مجازی همه رقمه به طنز کشیده شد، از انیمیشن تا نمایش. توجه شما رو به گزارشی که همکارانم تهیه کردن جلب میکنم که نشون میده مردم چقدر راضین. خیلی خوب شد، تلگرام فیلتر شد. آقا جان از وقتی این تلگرامو بستم من که خیلی خوشحالم پدر. آره جانم جان. دیدید چقدر راضین؟ دیدید؟ ببینیم واکنش مردم بعد فیلترینگ تلگرام. فیلتر تلگرام چه تأثیری تو زندگی شما داشته؟ از وقتی که فیلتر شده روغن ماشین دیگه عوض نمی‌کنم، ماشینم خود فیلتره. بعد فیلتر تلگرام طارمی هم به سفر قطر کرد. بعد فیلتر مرغان بیشتر تخم می‌ذارن، اونم دو زرده. پس با فیلتر تلگرام همه موافقی؟ تا اینجای کار روشنه که فیلترینگ تلگرام هم به یکی از اون قوزهای بالاقوز برای حکومت آخوندی تبدیل شده که راه حلی براش نداره. از یک طرف فعال کردن تحریم صدا و سیما براش در تقدیره و از طرف دیگه همین فیلتر تلگرام میتونه به سوژه‌ای برای دامن زدن اعتراضات بعدی مردم تبدیل بشه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.